ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف هستیم و او را به خیر مردم افغانستان، منطقه و جامعه نمیدانیم. در قسمت تحصیل زنها و کار و اینکه زنها بتانند که فعالیت داشته باشند، نه تنها با او مخالف نخواهد بودیم بلکه ای را تشویق میکنیم و به افغانستانی که بعد از یک جنگ طولانی تا به اینجا رسیده در بازسازی اقتصادی از او زنها میتونن یک نقش بسیار عمده را داشته باشند. با استفاده از فرصت میخوایم امیر را بگویم به این که افکار طالبا و چهره طالبا را خوبتر شناخته باشیم. کافی است که عملکرد طالبا را در ارتباط با این دو مجسمه